حسين حسين يا حسين حسين يا حسين. ما یه وقتی پاکستان رفتیم، کنگره بود برای سخنرانی. به ما گفتن قرائتی حواست جمع کن. گفتم خبریه؟ گفت اینا هم استاد دانشگاه. گفتم خب باشن، من پیش نماز مسجد دانشگاه تهران منم، با استاد دانشگاه رفیقیم، مشکل نداره. گفت اهل سنتن. گفتم ما با سنی ها مسئله نداریم، تو ایران میلیون ها سنی هستن زندگی میکنیم. بله. گفت اینا وهابی هن. گفتیم خب حالی وهابی، چون وهابی ها ما رو اصلا کافر میدونن، مشرک میدونن. گفتم میدونی حالا ما اینجا کشور غریب هستیم، اصلا حرف شیعه سنی نمیزنیم، کار به وهابی هم نداریم. از بالای ابراه مثل هواپیما که بالای ابر میره ما یه بحث قرآنی میکنیم کلی ها. ما یه بحثی کردیم اینا چند بار کف زدن، خوشش اومد. آخر جلسه یکی از اینا نتونست خودش نگه داره، پا شد گفت احسنت، حیف که تو شیعه هستی. عجب. گفتم بنا نشد حرف شیعه و سنی بزنیم. من کلی صحبت کردم، یک کلمه از شیعه نگفتم، از سنی هم نگفتم. قرآن که مورد اتفاق هر دوست، از قرآن بگیم چه کار داریم به شیعه و سنی. ولی تو پا شدی شعار دادی حیف که شیعه هستی. یعنی چه؟ یعنی منحرفی. شما ساعت رو ببین، رو ساعت من ثابت میکنم چرا شیعه هستم. با تاریخ هم نی، چون تاریخ ممکنه راست بشه ممکنه دروغ باشه. رو حدیث هم نی، چون حدیث ممکنه معتبر باشه ممکنه جعلی باشه. رو شعر هم نی، چون شعر هم تخیلات شاعره. از متن قرآن هم بعضی آیاتش تو بورسه، از اون آیاتی که تو بورسه ساعت هم به 1 دقیقه بیشتر نشه. هر که حاضر است ثابت کنم چرا شیعه هستم در 1 دقیقه بگم. اینم نه به خاطری که من تحقیر کنم شما را، میخوام پاسخ تحقیر خود ما بدم. اگر حاضرید 1 دقیقه گفتن باشه، گفتم پس ساعت ببینید بیش از 1 دقیقه نشه. 1 2 3 بسم تعالی. تا پیغمبر بود شیعه سنی نبود، رهبر همه خود پیغمبر. قرآن میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه. رسول الله الگوی هر دو. پیغمبر که از دنیا رفت مسلمان ها 2 دسته شدن. یه دسته فقهشون از اهل بیت گرفتن شدن شیعه، یه دسته هم فقهشون از 4 تا فقیه دیگه گرفتن، امام احمد حنبل و امام مالک و شافعی و حنبلی و حنفی و اینا. بله. هنوز 1 دقیقه نشده. من که فقهم از اهل بیت گرفتم 3 تا آیه قرآن دارم. قرآن راجع به اهل بیت میگه یطهرکم تطهیرا. هیچ که نگفته آیه مال ابو حنیفه و شافعی و حنبلی. بله. اهل بیت رو هیچ که نگفته اونا. پس اهل بیت یطهرکم تطهیرا دارن، یعنی معصوم. 2 اهل بیت قرن اول بودن. 4 تا آیت الله شما فقیه شما قرن دوم از مادر متولد شدن، یعنی اهل بیت 1 قرن جلوترن. قرآن میگه و سابقون السابقون اولئک المقربون. تمام اهل بیت شهید شدن، تمام اهل بیت شهید شدن. و قرآن میگه کسانی که فضل الله المجاهدین علی القاعدین، او کسی که شهید شده مقامش از کسی که شهید نشده بالاتره. من شیعه هستم به 3 دلیل. دین معکس میگیرم که 1 یطهرکم تطهیرا داره، 2 و سابقون السابقون داره، 3 قتلوا فی سبیل الله داره. با 3 تا آیه من شیعه هستم. حسین یا حسین